ما و خودت خوبه؟ اگه بتام اجازه است؟ چرا نه؟ چی رو تمثیل کنیم؟ بریم شاپینگ. خب نه تو بچهش و ما دختر. نه آه خیره تیم بتی سر ما پرزا بروی تو سیز؟ آه خود سرچپه شو خیره صدای تا غور کو. نه آه خیلی زیاد دیگه. خود چی خیلی؟ یک چیز دیگه. خب ما پرزا بروم ما بچه لچک خود دختر در را برو ما پسرت پرزا میرم. آها کجا رایستی؟ ما پیکر هر چشم است که چراغ 2000 دواره. حال چرا که طرف مسئله میکنی؟ او سیکو حالا چشم دریاز دیگه خالص. چی یک پیران پلنگی پوشیدی بالا. نام خدا و خود دختر خانه رفتی خدا اسپند کنی نظر نشی. اسپند نداریم. بربو پیدا کن. پیدا نمیشه در استرالیا. نمره تلفن تا بتی ما برترایی کنم. من تلفن ندارم. خب چی ایمیل آدرس تا خوبه تی؟ ایمیل آدرس هم ندارم. در فیسبوک هستی؟ نه خیلی کجا پیدایت کنی؟ هیچ من پیدا کردن نمیتونی. خیلی دل ما را که میبری کتیتی چطور میشه؟ ها؟ دیگه امرای گپ نزن. شق نکو دیگه. کو؟ اون که چقدر دختر هست سوسو برو. حال دخترها را چی کنم تو خب من خودم زنم دارم دیگه. من از خود زن. چرا خم آدم هستی تو؟ اوی حال آدم که در خانه یک درخت داشت در بیرو جنگل نمیبینه؟ نه چشمای تا پت کو. نه کو حال ما خب با کدام چشم بد طرف تو سیل نکردی؟ باید طرف مسئله نکن. خانه تان آدرس بده که خواستگار روان کنم بوی من خانه ندارم. خانه نداری خیلی هم یال بریم خانه ما. نه وی چی میکنی در دیگه سرک؟ سایز؟ نه خیلی چی میخوری که مقبول استی؟ ها؟ چی خوردی؟ چرا خنده میکنی پت؟ ها؟ سر تو خنده ام گرفتم. خنده دوستی یا خنده دشمنی؟ دشمنی دشمنی دیگه خنده نداره. داره. خب؟ حال مرد دوست نداری؟ نه من خود را دوست دارم. با من چی؟ خب من که بگم 2 دفعه دوست دارم تو صحیح میشه دیگه. نه خب برو دیگه اون مردکه که من آمدم حالا نه مادر جان. وی مادر جان سلام خوب هستی بخیر جان جور بخیر دیگه اوش کنید دخترک تان است گفتم چه خبر نام خدا دختری عاجز سنگین گفتم مادرت کجاست گفت حال میایم گفتم خود آمد کتیش گپ میزنم بگی برو دیگه میرم مادر جان من کدام کار ندارم خانه تان کجاست خاله ما خانه نداریم خانه ما در خانه پدر جانم است. خیز خداحافظ. با من خدا با جانت روانش کردم باز میفهمی گپا پدر جانشه که یک نان چند فتیره نه من پدر مادر خودم رای میکنم خانه تو اون را رای نکن تو رواج ما نداریم که دختر خیلی اول بیاید صحیح شده؟ بله صحیح شد رای تا بگی برو وی باز گفتی برو نه دیگه مادر جان یک ذره مراحت حال من چی شده اینه جوان هستم آدم کاریگر هستم قد بلند هستم حال خود دختر تو هم کدام چیز زیادگی خود نداره خانه دختر هست دیگه تو اگه درباره دختر ما بفهمی قدر آسان نیست که هر کس بیا بگیری شو بره وی ما دائم اینم تو بازی میخورم یک روز دیگه یک دختر اینم تو تیمکی موزایش تا اینجا بیاد بالوی یک دیوال استاد بود من گفتم بیا کتی من دیوالی میکنی این رقمی استاد بود گفتن دیوالی میکنم خرچ ما داده میتونی من گفتم ما گفت خو خیسایز بیا که بریم من خیالم که یک میکنم اونم تو کایلول بوده یک دختر راست پیدا کردیم اونم تو شق میکنی خاله جان مشکل است مشکل چیست؟ هیچ مشکل نیست شما بگوین ما بابی میشانم میارم دعا میکنیم خلاص ما هیچ نمیخوایم قطعا
دختر ما باید همراه ما باشه، پدرش اجازه ندادم. خواست پدرش اجازه میگیریم او هیچ نمی‌مانه، بسیار بدقار است پدرش. خیبر نته باز امروز خوبان کتیم سینما خوب بره نه. آزاد از دختر است دیگه اینجا افغانستان است، کجا سینما است چه اینجا؟ فامیل سخت گیر هستین بله. خب خیر یا غذا خوردن میریم سیس میرست داره جان نه مستر هستم، دلت خودتان خواست. برین. خیر است نه بیا نه بیا گشی من نداری من نانم میجه و میتم بیا